همین اکنون میزبان محترم مولوی صاحب غلام حیدر شهامت سرپرست تعلیمات تکنیکی و مسلکی را با خود در استودیو دارم. سهار مو بخیر موین صاحب، مننه چیز مو بلنه مومنه لکه راغلاست. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موین صاحب محترم، تاسو د تعلیمات تکنیکی په برخه کې په دغه راس کې است او د دغه موینیت یا د دغه ادارې مشري په غاړه باندې لري. په تیر حکومت کې دغه موینیت د وزارت معارف مربوط کېدو او په اوسنی حکومت کې امارت اسلامي تغییرات پکې راوستل. اوس دغه موینیت یا دغه اداره د کوم وزارت مربوط کېږي؟ الحمدلله و کفا و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. یک مقدمه بسیار کوتاهی در رابطه به اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان خدمت بینندگان بزرگوار شما در این صبح مبارک ارائه میکنم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان یکی از سه رکن مهم نظام آموزشی وطن ما است. یعنی در کنار وزارت محترم معارف، در کنار وزارت محترم تحصیلات عالی، یکی از این سه رکنی که جوانان و نوجوانان و حتی کهنسالان ما را آموزش میده اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی است. تعلیمات تکنیکی و مسلکی فراز و نشیب‌های زیادی داشته. یک وقت بوده به نام حتی وزارت بوده، معینیت معارف بوده، یک مرحله در زیر چتر تحصیلات عالی بوده و در سال 98 در زمان غنی مستقل شده بود که بعد از روی کار آمدن نظام امارت اسلامی افغانستان در روزهای اول باز هم زیر چتر وزارت محترم معارف رفت که بعد از مدت کوتاهی مجددا، چون که ارزش و اهمیت اداره به زعما و مسئولین امارت اسلامی افغانستان مشخص و ایدا بود، مستقل شد باز مجددا و فعلا یک اداره مستقلی هست که زیر نظر معینیت معارف بگیم یا معینیت معارف نیست و نه هم تحصیلات عالی، بلکه یک اداره مستقلی است که از خود بودجه مستقل داره و امکانات مستقل داره. بله بسیار خوب. کوتاه در رابطه با بودجه هم اگر اشاره داشته باشید. 1 میلیارد و 480 میلیون بودجه داریم ما. بله. و این بودجه باز بر چقدر اینستیتوت ها و آموزش های تکنیکی و مسلکی فراهم شده و اختصاص داده شده؟ در اداره ما 6852 نفر ما فعلا تشکیل داریم. 6800 که 4303 نفر اساتید هست. بیشتر از 1599 نفر مأمور هست و 1671 نفر اجیر که اینا هم از می بودجه امکانات میگیره و مصارف اینا برآورده میشه. درست است. و چقدر اینستیتوت در سطح افغانستان داریم و در کدام رشته ها؟ 383 اینستیتوت داریم ما در سطح افغانستان که از این 318 مراکز از اینا خاص است برای تعلیمات خاص، یعنی نابینایان و ناشنوایان از برای 82 رشته. بله بسیار خوب. و برای نابینایان کدام امتیازات را مد نظر گرفتین و چی چیزها برای از ها مخته میشن؟ بله الحمدلله، چون که نابینایان و ناشنوایان یک قشر بسیار محروم جامعه ما هست. در نظام گذشته البته هم باز برای نابینایان ترانسپورت مختص شده بود که برای دیگه شاگردا وجود نداشت و الحمدلله در نظام امارت اسلامی افغانستان برای ناشنوایان هم به اساس فیصله کابینه از برای اونا ترانسپورت اختصاص داده شده که ما اونا هر شاگرد تا دم خانه از اون میرسانیم. بله بسیار خوب. و نتایج کنکور هم اعلان شدن. بله امسال ظرفیت چقدر شاگرد در اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی؟ ما الحمدلله فعلا 64000 شاگرد داریم و میتونیم هر اندازه که شرکت کنه. ما جا داریم، امکانات داریم، محدودیتی وجود نداره. درست. هر اندازه جذب ما بیشتر باشه ما خوشحال تریم. پلان های اداره و پلان های شما به خاطر بلند بردن ظرفیت محصلین و استادایتان چی شد در این سال؟ ما الحمدلله در اینجا یک مشکلی که در نظام گذشته بود کمبود کتاب بود، مواد درسی بود، مواد عملی بود که امسال الحمدلله تا اندازه تا حدود ما کوشش کردیم که اینا رفع بشه و یک اندازه زیاد 11 عنوان کتاب چاپ شده که الحمدلله 20 صبا یا پس صبا یک نمایشگاه یا افتتاحی از اینا گرفته میشه و مراحل توزیع از اینا شروع میشه. یک مشکل بسیار کلانه بود که ای باعث از این میشه که الحمدلله پیشرفت داشته باشه. در بخش ترینینگ و ارتقای ظرفیت 1000 استاد ما امسال
در نظر داریم که انشاءالله و تا به حال تقریبا 200-300 نفر از اینا ارتقاء ظرفیت داده شده که خودی مؤثر است. و در بخش حذف کردن اساتیدی که رشته اینا اصلا موافق رشته مسلکی نبوده، این در رأس کار قرار گرفته که الحمدلله یک تصفیه خوب جریان داره و اساتیدی که خلاف رشته مقرر میشد فعلا در اداره ممنوع قرار شده، بند شده، دیگه نمیتونه مقرر بشه. مثلا مثال میزنیم کسی که در رشته حقوق فارغ شده بود و مدت 8 سال استاد بخش زراعت بود که خودی تقریبا در پایین آوردن کیفیت و آموزش بسیار بله. وقتی ما حرف از مسلکی بودن میزنیم و در خود اداره مسلکی در معینیت باز از یک رشته کس فارغ شده باشن و بیان در رشته دیگه تدریس بکنن، طبیعتا که سوال برانگیز هستن. جناب مولوی صاحب شهامت، اینستیتوت ها معمولا 2 سال هستند و در 2 سال فارغ میتن که در مجموع 4 سمستر میشه، ولیکن هنگامی که بازی محصلین بخواین که ادامه تحصیل بدن، وقتی که به پوانتون ها به مؤسسات تحصیلی مراجعه میکنن، باز 2 سال از او یا 4 سمستر از او باز معادل به 1 سال یا به 2 سمستر محاسبه بشه. به خاطر از این چه راه حل وجود داره؟ مشکل کلان که بود ای بود، واقعا یک تأثیر بسیار منفی و مایوس کننده بر روی محصلین ما داشت. به این خاطر که یک یاشه بالایی هم حتی بر روی بیت المال میگذاشت. شاگرد درس میخواند 1 سال بعد به عقب میامد، مسئله تنزیل میگیر و حتی نمراتی که دیگرها 75% داشتی بایدی 80% داشت. الحمدلله توافقی که با وزارت تحصیلات عالی شد، مسئله تنزیل و فیصدی نمرات رفع شده. توافق ابتدایی ما است، دیگه مشکل وجود نداره. بله، یعنی شاگرد ما که از صنف 14 فارغ میشه همو ادامه میده، پایین نمیاد دیگه. بله، بسیار خوب است. عزیزای بیننده، ممنون که شما هم بیندیم و برنامه ما هستین. عزیزایی که در معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی مصروف آموزش هستند و اونها در اینستیتوت ها درس میخوانند، خوشبختانه حضور موین صاحب را با خود دارم. شما هم اگر سوالات در این زمینه داشته باشین میتونید که در صفحه فیسبوک سلام صبح بخیر با ما شریک بسازین. و یک مژده بسیار خوبم که موین صاحب بر شما دادن که او هم ادامه تحصیل از سمستر 4 یا سمستر 5، آغاز سمستر 5 در مؤسسات تحصیلی هستند که خبر واقعا بسیار خوش هستند. موین صاحب فکر میکنین که هنوزم مشکلات ما و شما در حتی بزرگوارای ما هم خبر نداره که اداره مستقل است. آها، درست است. و ما هم نباید معینیت بگیم، این یک اداره مستقل شده. اداره مستقل. و نامگذاریش چی هستند که مشخصا باز؟ همین اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی. اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی. بسیار خوب. موین صاحب، یک مسئله هستند که افغانستان بیشترین جوانها را داره. یعنی کشورهای دیگر اگر ببینیم با جوانهای افغانستان مقایسه بکنیم، نیروی جوان در افغانستان زیاد هستند و هر کس مشتاق از این هستند که بیان تحصیل بکنن. برای اونایی که چانس یاری نمیکنن و یا هم نمیتونن زمینه سازی برای خود کرده باشند که به مؤسسات را پیدا بکنن، باز زمینه گزینه دیگر معینیت را انتخاب میکنن که حالا هم اداره مستقلی معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی میرن اینستیتوت میخوانن. ولیکن مسئله در اینجا هستند که نظر به فیصدی که ما فارغین داریم از صنف 12 و نظر به جذبی که کانکور داره، چی اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی و چه هم پانتونای خصوصی و چه هم دولتی، باز هم یک کسر بسیار زیاد در اینجا وجود داره. همی هستن که با زمینی تحصیل فراهم نمیشه، نه در اینستیتوت ها و نه هم در مؤسسات تحصیلی. بدیل از این کار را چی میدانید شما؟ یک چیز عامل مهمی که در اینجا بوده، این اداره به شکل کامل شناخته نشده. حتی شاگردای ما، هموطنان ما، از استعدادهایی که در اینجا پرورش مییابه، از کیفیت کاری که در اینجا وجود داره، حتی آینده از اینا بیشتر اینا آگاهی نداره، به این خاطر کمتر جذب شده و یا فکر میکنه کسانی که مثلا کسی محروم از پانتون باشه نتونه رفته در اینجا میتونه بیا چی درس بخونه، در حالی که به شما معلوم است که اداره تعلیمات تکنیکی 60% دروس از او عملی هست و این دروس عملی نه وزارت محترم تحصیلات عالی داره و نه وزارت محترم معارف داره و اینجا نقش بسیار مهم در اشتغال زایی داره. وزارت تحصیلات عالی فارغین زیاد داره، اما متاسفانه میبینیم که بعد از فراغت بیشتر اینا بیکار میمانه و شاگردایی که از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فارغ میشه چون که عملا کار دیده. یک شاگرد ما صنف 14 ما معسل ما از صنف زراعت اگر فارغ میشه به همراه یک دکتر وزارت تحصیلات عالی مساوی است. یعنی این میتونه یقینا در عمل ثابت کنیم به شما. کسی که در رشته برق فارغ میشه بیشتر از او استعداد داره به خاطر که در عمل دیده، همچنین در حسابداری و چی این است. فلذا کسانی که جذب اداره تعلیمات تکنیکی میشه تقریبا
آینده از اونا تضمین شده تر از وزارت محترم تحصیلات عالیه. اما متاسفانه بیشتر مردم آگاهی نداره از اینکه اداره چی کار میکنه، اداره چی رشته های داره و رشته های بسیار مهم مورد نیاز جامعه است. و شما میگه که هدف از این اداره اشباع و اشغال بازار کار هست و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای بازار کار است که فعلا ما حتی کارگرایی داریم که $1,500 معاش میگیره از پاکستان و از چین و از کجا و کجا میه. فعلا ما فردا حتی سفر داریم به هرات که در یک چند رشته مشخص کارگرای بسیار ماهری که اینا از بیرون میاره. الحمدلله تجاری که در هرات هست اونا قول داده که زمین ما میدیم، اینستیتوت میدیم، حتی اساتیدی که شما از خارج بیارین در این مقرر کنیم بازم معاش اینا رو ما چیکار میکنیم؟ خود ما رضاکارانه پرداخت میکنیم و این میتونه یک نوید بسیار خوب الحمدلله به شاگردان باشه و برای آینده تعلیمات تکنیکی و نه در هرات در سایر جاها ان شاء الله ما رشد میدیم اگر اراده الله متعال باشه. دقیقاً بسیار موضوع خوب به شما اشاره کردین و خوشبختانه که افتخار حضور شما را هم داشتیم. ان شاء الله گاه و ناگاه شما بیاین و در ارتباط هم گزارش دقیق داشته باشیم برای بیننده به خاطر از اینکه یک موضوع بسیار مهم هم از حال اداره مستقل شده و به شاگردان که فارغ بیتن زمینه کار را هم شما اگر یک سروی داشته باشیم هر شاگرد از او پرسان کنی چه کار میشه میگه فوراً میریم مشغول کار میشیم. یعنی ما زیاد رفتیم این استاد بررسی. ولی یک مسئله دیگه بود باز جناب رئیس که همیشه باز وقتی که جوانا سی وی را برای ادارات میدادن باز مدرک 16 را با تقاضا میکردن. این مشکل بوده. مشکلی که داشتیم ما از در سند بوده، یعنی فارغ التحصیل صنف 14 بیشتر جا مقرر نمیشه. بر اساس شما میبینید که در ادارات اکثرا لیسانس را قبول میکنن و در اینجا این مشکل از اداره نبوده. درست. یعنی مشکلی که داشته کمخوانی و کم تحصیلی سطح پایین تحصیل از نبوده و این دو راه کار داره. یعنی که ادامه تحصیل 2 سال دیگه میتونه فعلا چیکار کنه؟ بخونه و همون لیسانس بگیره و ان شاء الله ما در صدد ایجاد پانتون کاربردی هستیم که مخصوص و مختص اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی باشه. فعلا هیئت مشترک از طرف وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تکنیکی رو از کار میکنه که هم موانع حقوقی برطرف بشه. اگر این پانتون در حالی که تمام تجهیزات، لوازم و چیز از وجود داره در کابل، اگر این ان شاء الله اجازه فعالیت پیدا کنه او مشکلم رفع میشه. ما دیگه اصلا نیاز نداره. و در پانتون باز کدام رشته ها تحصیل؟ فعلا رشته های زراعت به اکثرا انجینری و زراعت از ان شاء الله در اینجا، چون که 31 نفر استاده که در این اینستیتوت هست از طرف هالند که به شما معلومه که مرکز زراعت دنیا هست، از اونجا فارغ التحصیل شده و بنا ارتقای ظرفیت داره. بسیار استادای ماهری که الحمدلله در اونجا وجود داره. فعلا منتظر هستیم که این کار شروع بشه. بله بسیار خوب. و جناب رئیس یک مسئله دیگر هم کوتاه اشاره بکنید که پلان‌های آینده شما به خاطر ظرفیت جوانا و محصلین که در این اینستیتوت ها درس میخوانه چی شده؟ پلان آینده ما یکی کوشش زیاد داریم که اداره عایداتی بشه، به خاطر که اداره تجهیزات بسیار زیاد داره. فعلا این اداره یک اداره خدماتی و مصرفی هست. اگر تبدیل به عایداتی نشه مشکلات زیاد بار میاره، خصوصا در حالت فعلی و شرایط فعلی که ما جذب کمک‌های بیرونی کمتر داریم. این تجهیزات فرسوده میشه و از بین میره. ما در یک اینستیتوت اندازه $20 میلیون هم تجهیزات داریم فعلا، یعنی که در هیچ جای وجود نداره. در اینستیتوت ما $1-2 لک حتمی هست، یعنی تجهیزات از اینا در بخش نجاری، در بخش تکنیک. حتی ما میتونیم از 0 تا به 100 یک چیزی که موتور میسازه ما تجهیزات ازش داریم حتی چک کنن. فلذا یکی از پلان‌های مهم ما که ان شاء الله بسیار تاثیر مستقیم بر روی جذب داره و بالا بردن کیفیت داره، این هست که ما باید اداره عایداتی بشه و در اینجا مقدمات از گفتگوها با امرای بزرگا شروع شده. پلان آینده ما درباره پانتون است که به خاطر این کوشش میکنیم که مهارت ها سطح آموزش مهارت تا سطح 4 باید بالا بره. فعلا تا سطح 2 ما داریم و سطح 2 به او بر نه وزارت محترم تحصیلات عالی داره، نه اداره تعلیمات تکنیکی، به خاطر که جنبه عملی از اونا نداره. ما هم اجازه نداریم بعد از 14 چیکار کنیم؟ تدریس بکنیم. این پلان دوم هست. کیفیت در سطح بالا باید بره و در نظام گذشته تمرکز روی خود ادارات بوده. یعنی بی معنا که تمام مردم خدمت میکرد تا اینکه رئیسا آسوده باشه و در رفاه باشه و در امکانات باشه. ما کوشش ما است که رفاه و آسایش در صنوف ببریم. در اونجا استادای الحمدلله متخصص پیدا باشه، استادای بسیار خوب باشه و با خوب شدن استاد طبعا شاگردان الحمدلله شاگردای بسیار خوب تقدیم جامعه و بازار کار میشه. درست. بودجه ان شاء الله بعد کافی است ان شاء الله. اندازه داریم ما، بله
الحمدلله داریم. اگر تبدیل به عایداتی بشه حتی ما میتونیم مازاد در بودجه ما چیکار کنیم داشته باشیم. دقیقاً. چون که اراضی و تجهیزات بسیار زیاد ما داریم، امکانات زیاد داریم. و در کدام ولایت ها باز اینستیتوت ها وجود داره و در کدام ولایت ها در همه وجود داره. و تعمیرات هم داره؟ همه جا الحمدلله تعمیر داره، همه جا تجهیزات داره و در تمام جاها تا در ولسوالی ها ما داریم. فقط یک شروع کار مهم هستند که این پلان که شما دارین تطبیق شود و ان شاء الله معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی یک اداره مصرفی نه بلکه یک اداره عایداتی خواهد شد. چون که اگه شما معلومه که ما در بخش ترمیم موتر مثال میزنم که فعلا بسیار خیانت میشه. اگر شما موتر رو ببریم جای یک کسی که یک مستری که بسازه، چون که غیر مسلکیه یا اگر مسلکیه مثلا تعهد و تضمین نداره در مقابل هیچ کس پاسخگویه، یک جایی که اگر خراب باشه 10 جا دیگر هم خراب میکنه به خاطر منفعت و به خاطر استفاده. اگر این عایداتی باشه ما میتونیم مثلا در هر ولایت یک شاپ دو شاپ مثلا بسیار مجهز از طرف خود اداره تعلیمات تکنیکی یا زیر نظر تعلیمات تکنیکی اداره باشه، در اونجا میتونه به شکل کم حقوق چیکار کنه بسازه. و یا رشته‌هایی که فعلا اصلا نیاز بازار کار نبوده، این رشته ان شاء الله در آینده نزدیک بازنگری میشه و مطابق بازار کار در خدمت محصلین ما قرار. بسیار زیاد تشکر میکنم محترم مولوی صاحب غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی، از اینکه مهمان برنامه ما شدین و موضوعات مهمی را با بیننده ها شریک ساختین. در آخر هم یک پیام کوتاه شما می داشته باشم. پیام ما این هست که این اداره میتونه سرنوشت وطن ما و شما بسازه. برای که اداره است که تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای میکنه و زمینه اشتغال برای جوانان ما فراهم میکنه. فلذا تمام دوستا و همکارا و مسئولین خواهش ما هست که در راه رشد اداره همه همگام باشیم و همکار. بله، سلامت باشین. ممنونتان. انشالله گاه و ناگاهی حضور شما را هم داشته باشم و در ارتباط هم پیشرفت‌هایی که صورت بگیره همراه بیننده ها ما هم شریک کرده بتانیم.